بیا میرزا جان، بیا میرزا جان. سلام سلیم. وای دختر لیلا کجاست؟ وای رفت. من کمی پولش آوردم. مایلش من برده میرسونم. سلیم احوالم خیلی بد است. برای کمی دارو آمدم. یاری میکردی؟ من نغز میدونستم که تو میایی. مایلش رفتیم. رحمت سلیم رحمت. السلام علیکم رئیس جان. مرحمت روزی بای. رحمت. خوش چی خدمت؟ رئیس جان اگر علاجش باشد همین سال من کرمک نگیرم. شرایط احوال زندگی همون رئیس جان بد است. باور کنید. چه رئیس جان انا پسرم در خدمت عسکری. خب شخصی برگ بیار ندارم. خانه ها تنگ. 2 کیلین فراوردم رئیس. خودت چی؟ رئیس جان یک ماشین شلخ داشتم که باور کنید پارسال وای را هم فروخته مبلغش را برای همین توی صرف کرده گفتیم. پایم رئیس جان ناجنبان شده است. مبلغی ندارم که به دکترها مراجعت کنم رئیس. من همه خیلی احوال و زندگی رئیس جان. نامم روزی و روزی ندارم گوی. به همینشم شکر خدا. مایلش لیکن به خاطر 2 کیلینت اقلا یک قوطی کرمک میگیری. رئیس جان نباشد زمین میگیریم. فهمیدی؟ رئیس شرافتم میگوید کرمک نمیگیرم. تراکتوری پسرش رو گیریم. گیر. السلام علیکم رئیس بابا. بیا. مونده نشد رئیس بابا. شرافت چی در دارد؟ همه‌اش ساز، همه‌اش نقص. یا وی فربه شده است یا تو یا شوی الکشش. همه‌اش جا به جا رئیس. تراکتور از بچهش زده گیرو بر روزی ته. رئیس گپتان معقول لیکن این روزی از عهده تراکتور نمیبراید. آخر وی معیوب است. روزی؟ لبای همین طور؟ ها رئیس. خیر مایلش بچه شرافت هم به خودش برگارد و هم به روزی. عظیم عرقریز. ریزا آفتاب برآمد. رحمت میگه خودت احتیاط بکن تا به خلق در کاری. میگویم که آفتاب برآمد. میگویم که رحمت. نه من آفتاب حقیقی رو میگویم. من تا آفتاب برآمدن بندهای برگ رو نبرم روزم سیاه میشود. ها من گمان کردم که تو آفتابی دست پا دارد رو میگویی. حالی تماما وقتی مهر و محبت نیست. کرمک های دهخور سیر کردن در کار. من به تو کلچه و قیماق آوردم. وقتی کلچه و قیماق خوری هم نیست کرمک های روز چلاق انتظارند. تو بهترش به بالا برو بندها رو گیر. مایلش
میرزا تو آخر وقتا تماما دغل و نامهربان شده ای. فهمیدم هرچی میفتن راست بوده است. مهری کیرمک های روزی چلاق نیو محبتی کلین های روزی چلاق سرت رو بند کردن و جگرخته های شهری بسیار خوشروی بودن. تو چی ها میگویی؟ آن چی میبینم به زبان میگویم. و ایها دخترهای شهری ده مثل ما برگ نبردارن، پیله نگوین، پخته نگوین، ته بندی برگرد. ای میسره، من 1000 دختر شهری رو با یک تاری موی تو نمیدیم میسره. و خداوندی عز و جل زمین و آسمان شاهد که غیر تو در این دلی دیوانه من کسی جای شده نمیتواند. پوش چشماتا، پوش چشماتا. لیکن کیرمک ها تو رو انتظارن. لابای؟ لابای؟ ها؟ از بیمارستان؟ حاضر خاله؟ از بیمارخانه میپرسند. از کجا؟ از بیمارخانه. لابای؟ ها؟ من؟ ها؟ چی؟ نه خوب حاضر می آیم. خاله جان کنجی می؟ میرزا خاله جان بابای روزی، بابای روزی، چی میگویی؟ بیای برگتو نگیره. مایلاش حاضر. جان رحمتی کلام چا تیار است پسرم؟ نه رحمت بابا، حالا به خانه خودمون برگ نبردم. خب رحمتی کلام نغز خیر مایلاش. روزی بای لابای برگ بیارم. آوردن گیر. حسن جان راو چای خوردن گیر؟ چای؟ ها بله
التماس میکنم پسرم رو به من نشان دهید. خوب اپا جان، پسرتان رو میبینید، اما احوال پسرتان اندک وزنین‌تر. به نزد وی در آمدن ممکن نیست. برای چی؟ وی در شعبه احیاگری. چی؟ ریانیماسی اپا جان. این به من فرق ندارد. پسری من نشأمند نیست و شده نمیتواند. این اشتباه است. اپا جان آرام شوید، آرام شوید. من احساسات شما را میفهمم. خدا به دشمنی کس چنین روز را نشان ندهد. چی علاج؟ واقعی کار همین. پدرش در نزد وی. پدرش؟ خیریت. التماس میکنم، خواهش میکنم، من هم باید او را ببینم. نه نگویید. التماس میکنم دکتر جان. مایلش اپا جان، فقط یک لحظه. خوب شده است، تشکر. دکتر، پسری من چه حال دارد؟ افسوس اکا جان، حاضر بسیار دیر شده است. احوال پسرتان وزنه، حالا زهر نشه به تمام عضو بدن پسرتان تاثیر رساند. شما کاری کرده را توبت کنید. من همه جانب شما را راضی میکنم دکتر جان. ما البته تمامی چاره ها را دیده ایستادیم که پسر شما شفا. شاید او را به خارج کشور برم. به خارج کشور؟ مالش، ما زید نیستیم. فقط یک گپ که پسر شما حاضر در تحت فشار قرار دارد، بیایید که یک هفته پسرتان به حالت مقرری برمیگردانیم. انا بعد به اون مصلحت عمل میکنیم. آچیش دادیش دادیش مامانم نبود از آچیش. این چه بدبختی بود. این چه روز سیاه بود. خودت را به دست گیر آچیش. همش در راه پوشید. التماس میکنم. ممکنه اپا جان. تولا میکنم پسرکم تبابت کنید. من یک عمر در خدمت شما زهره میکنم. تولا میکنم، التجا میکنم. آروم شوید، آروم شوید، آروم شوید. خواهش میکنم آروم شوید.
ассалому алайкум. биё майсара. ма шумо сари замин равед. боз бригадир ҷанг накунад. ман худам як илоҷ мекунам. хуб хола. аввал чоятона хӯред. не, дар сар замин мехӯрем. худатонам бемаънию чойхӯриҳотонам бемаънӣ. ба вай лайлият гӯе ки дигар қадамаш инҷо намонад. уф, вай бечора чӣ гуноҳ дорад? вай аз зоти паст аст. медонӣ очаи вай ки? ман ба очааш чӣ кор дорам? ман ба духтараш ошиқ шудагӣ. вай туро барра карда гаштааст. вай офимор аст. эҳтиёт кун бача. маро заҳр дода кушад ҳам май сара кушад. чӣ? любовь нашида бори. این اکرام است. اکرام؟ تو هم در همین جایی؟ در اینجا. چی جنزت که به این جری بیتک افتادی؟ ای شورا، پایرهای زندگی بازی پر پیچ و تاب داشت. از وقتی که مایجان من شو کرد، دلم از همه چیز مان. من وقت باری اول تسکین یافتن سلیم با من نشأه داد. آیسته آیسته عادت کردم. بعد زن گرفتم، کودکدار شدم و ای جورا، برای من دیگر زندگی وجود ندارد. نه زن، نه فرزند، نه مادر، نه عشق، نه یگان کیفیت زندگی. فقط همین دارو اندک معده‌ام را آرام میکند. دیگر تمام. میدونید برای چی امروز لطفت با کار نامد؟ نه. روز شنبه توی میشود. ها، فراموش نکنید. هممون با خدمت میرویم. تو رقص میکنی؟ من سرود میخونم. دخترها من یکم نشی روم.
چی میخندی؟ مانده های کار سلامت باش. همین اسبی آهنینی من ساز میشد یک خدایی میدادم. من همین پگاهی به جوگی پول دادم که تا دعا کنه تو با اسبت صحت سلامت باشه. هر سهر میخیل دوگیر اسبی من نقص کار کند و مبلغی در کاری رو من برای توی خرج کننده دیم. ها غیرت ها زور کو. انشالله بعد یکان 100 سالکک به مقصد میرسی. در کو. آب نوشی اومده بودم. کاش چشمه میشدم. آبی کانال خشک است کو. دیگر بهانه نیافتی؟ اکی بریگادیر میآید. وا پنهان شو. امسال حاصلی خوب میگیریم. انا این تراکتوری بچه شرافت. رئیس بابا وقتای آخر بسری زمین تست می آمدگی شده نه؟ ما در خدمت خلق. قند زنید رئیس بابا قند زنید. این زمین را به نسیم بیزنس جدا کنید. هرچی گوید رئیس، لیکن این زمین تقسیم شدگی. با کی؟ با شرافت. زمینی شرافت رئیس بابا. وای کی؟ وای جیانی شرافت رئیس بابا. شوجه پری بود است کو؟ رئیس بابا حالا وای کودک است آخه. تو درباره زمین چی غین کردی؟ معذرت رئیس بابا. دیگر یگان کس با شمس‌الدین شریفزاده سازشنامه نبندد. فوچریست ما فقط نسیم بیزنس می شود. فهمیدی؟ فهمیدم رئیس بابا فهمیدم. واقعا فراموش نشود از حساب نسیم بیزنس یک تانه سلرکه برای خودت گیر. 1000 رحمت رئیس بابا 1000 رحمت. بازگان مسئله داری؟ نه رئیس بابا همه 100%. انا این گپی دیگر. متهمی. وظیفه‌ات رو میدانی. خوب. با میرزا رسانیدن دارو. خوب شده است. اگر همین عملیات اجرا کنی خوب. از تمام قرضهایت آزاد میشوی. رحمتک همش اجرا میشود. خوب میروی. السلام علیکم. سلام علیکم. دکتر جان یک بیمار دیگر رو قبول کنید. این اکم التماس یاری رسانید. بسیار کار خوب کرده برادر که با اختیار خود آوردی این کس رو. طبابتش آسان‌تر میشود. حاضر به قید میگیریم. Надежда Михайловна, пожалуйста, регистрируйте больного. Хорошо. Мархамат. Пойдемте, молодой человек. دکتر جان لبای. اینش حقی دست شما. مرحمت. رحمت. سلامت باشید. لازم نیست برادر. فقط شما یک التماس. به این کس هم یگان سوم ندهید. التماس. قاعده ما همین است. برای چی؟ بیایید به قبولگاه رویم من به شما میفهمونم. رحمت دکتر جان. دکتر جان ما همیشه در خدمت تیار. سلامت باشید. سلامت باشید. خدمت میکنیم.
راست تو است مرم راست گل نازم گل ناز خرسند جان خاموش یه خرسند جان تو در درون آب چی میکنی؟ من در آب سیر آسمان میکوام. بین بین در اینجا علف تربقه تو صورتی آسمان نمیگی تو بلای در آسمان همه چیز هست. سنگ، قورباغه، علف، ستاره ها. از آسمان هزاران هزار ستاره ها به زمین می افتند و یک تاش هم به خانه من نمی افتد. اگر یک سنگ افتد راست آمده به سری من می زند. یه ماله خورسنده یه ماله اوان همه چیزهای فکر نکنم گفته من اینا به میزنم. فهمیدی می؟ یه تو ماله همه کای پای و پروندی کو یه همین هم گب شد می یه کای پای و پروندی تو خورسند.